سلام مهربانی جان، وقتت بخیر، زندگیتون زیبا و قشنگ باشه همیشه. مهربانی جان، گاهی اوقات لازم هستش من خودم رو دعوت بکنم. چرا همش منتظرم یکی بیاد حال منو قشنگ کنه، حال دلم رو قشنگ کنه؟ خودم میتونم و تواناییشو دارم حال دل خودم رو قشنگ بکنم، حتی با یه چای ریختن، با یه خیابون رفتن و خودم برای خودم هدیه خریدن، گل خریدن، خودم رو مهمان کردن به یک رستوران خیلی خوب. وقتی من به خودم احترام بذارم و برای خودم ارزش قائل باشم، مسلما دیگران هم برای من ارزش قائلن و احترام میذارم. وقتی که خودم به خودم احترام نمیذارم و غذای مونده بچه‌مو میخورم، لباسهای زیبا و قشنگ نمیپوشم، از دیگران نباید انتظار داشته باشم که بیان حال دل منو خوب کنن و زندگی رو برای من قشنگ کنن. پس من باید برای خودم وقت بذارم، به خودم احترام بذارم، برای خودم ارزش قائل باشم. انشالله که زندگیتون قشنگ باشه. یا علی.